خب جلسات گذشته گفتیم که برای تعیین ساختار ما میایم از منشأ روند، حالا روندمون اگر صعودی باشه از پایین ترین قیمتی که قیمت برامون روی چارت نوسان ریزشی رو ایجاد کرده، پایین ترین قیمت رو تشکیل داده، میایم از اون محدوده شروع میکنیم برای شناسایی پولبک ها. اصلی ترین مباحثی که امروز میخوایم بررسی کنیم مبحث ایندیوسمنت، نقدینگی ایندیوسمنت و نقدینگی مهندسی. کلا نقدینگی های داخلی رو امروز میخوایم بررسی کنیم. ایندیوسمنت گفتیم که برای تعیین سقف و کف ماژور ازش استفاده میکنیم. تو روند صعودی اگر کف نقدینگی ایندیوسمنت ما زده بشه، سقف ماژور ما تایید میشه به عنوان سقف ماژور. بالاترین قیمتی که مارکت برامون ساخته میشه به عنوان سقف ماژور ما. نقدینگی ها برامون تو بحث ورود به معاملات خیلی مهمه. چندین نوع نقدینگی ما داریم توی مارکت، داریم ازشون استفاده میکنیم، همزمان دارن تشکیل میشن. از جمله نقدینگی های داخل روند هستن، به این معنی که هر پولبکی، هر مومنتوم خلاف جهت روند برای ما در دل سقف و کف ماژور به عنوان نقدینگی های داخلی به حساب میاد. نقدینگی های داخل روند صعودیمون یا نزولی. الان برای مثال ما این روند صعودی رو که میخوایم بررسی کنیم، از منشأ روند شروع میکنیم، پولبک ها رو شناسایی میکنیم. اولین پولبک ما به صورت تک کندلی، دومین پولبک ما به ترتیب، سومین پولبک ما، تا جایی که تو این قسمت ما یک پولبک مینوری هم داریم که قیمت میاد ساختار کلی رو میشکنه و تغییر روند اتفاق میافته تو این بخش از مارکت. کل مومنتوم صعودی ما، لگین پالس ما، از منشأ تا این کف، این سقفی که اینجا داریم، پولبک هاشون رو مشخص کردیم. تمامی پولبک ها برای ما دارای نقدینگی هستند. مهمترین نقدینگی های مارکت نقدینگی ایندیوسمنت که گفتیم آخرین پولبک از منشأ روند برامون نقدینگی نقدینگی ایندیوسمنت و اولین نقدینگی از منشأ روند برامون نقدینگی مهندسی به حساب میاد. خب با این تعریفی که گفتیم، آخرین پولبک ما توی این محدود است به عنوان ایندیوسمنت در نظر میگیریم. اولین پولبک ما هم که این پولبک مینور ماست، پولبک تک کندلی، به عنوان نقدینگی مهندسی در نظر میگیریم. نقدینگی های مهندسی وین ریت و اهمیت بیشتری نسبت به نقدینگی ایندیوسمنت دارند، چون اصلی ترین نقدینگی های مارکت، اصلی ترین اوردرهای ما زیر نقدینگی مهندسی ایجاد میشن. به خاطر همین اهمیت نقدینگی مهندسی و محدوده اکستریم یا اوردر بلاک منشأ روند ما خیلی بیشتر از بقیه اوردر بلاک ها و نقدینگی های داخلی ماست. این تو بحث اسمارت مانی نکته بود که ما اونا رو در نظر میگیریم برای معاملات خودمون. ولی در کنار این دوتا نقدینگی که تو سبک اسمارت مانی، تو کانسپتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم برای معاملاتمون، تو سبک آی سی تی هم تمامی پولبک ها رو ما به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیریم. تمامی مومنتوم های خلاف جهت روند اصلی ما، یعنی به این صورت که ما این کف ها رو همشون رو علامت گذاری میکنیم به عنوان نقدینگی و اون رو
به عنوان اینترنال رنج لیکویدیتی در نظر میگیریم. خب به این صورت تمامی این پولبک هایی که مشخص کردیم برای ما به عنوان اینترنال رنج لیکویدیتی، نقدینگی داخل روند، در نظر گرفته میشه، مثل این پولبکی که توی محدود است. خب با این تعریف ما الان میتونیم تمامی نقدینگی های داخل روند رو شناسایی کنیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم در جهت معاملات اصلی خودمون. تو سبک اسمارت مانی که ما کار میکنیم دو تا نقدینگی اصلی داخل روند وجود داره، نقدینگی ایندوسمنت و نقدینگی مهندسی. ولی تو سبک ICT تمامی پولبک ها، تمامی مومنتوم های خلاف جهت روند مارکت رو به عنوان نقدینگی داخلی در نظر میگیرن. این نکته ای که تفاوت بین سبک اسمارت مانی و ICT با همدیگه دارن. تو سبک ICT از تمامی نقدینگی ها به عنوان تاییدیه ورود به معامله استفاده میکنن. تو سبک اسمارت مانی نقدینگی ایندوسمنت و نقدینگی مهندسی اهمیت بیشتری برامون داره و بین این دوتا مومنتوم، این دوتا نقدینگی هر اتفاقی بیفته تو سبک اسمارت مانی نظاره‌گر میمونن، اصطلاحا منتظر میمونیم، کاری انجام نمیدیم. ولی به خاطر اینکه مارکت همیشه که نمیاد از سمت نقدینگی های مورد نظر ما حرکت کنه، پس ترکیب اسمارت مانی با ICT برامون تاییدیه ها و ورودهای بیشتری رو بهمون میده. به خاطر همین سعی میکنیم از هر دو تا دیدگاه تو معاملات اصلی خودمون استفاده کنیم. با این تعریفی که گفته شد، با این چیزایی که گفتیم، الان میدونیم که داخل سقف و کف ماژور ما تو روند فرقی نداره، چه نزولی چه صعودی، تمامی پولبک ها برامون به عنوان نقدینگی به حساب میاد. حالا نقدینگی های ایندوسمنت مهندسی برامون اولویت خیلی بیشتری دارن، ولی در کنار اون بقیه نقدینگی ها رو هم تو سناریوها و استراتژی هایی که برای ورود به معامله در جلسات بعدی تو بخش ورود به معاملات و انجام معامله، ستاپ های معاملاتی که خواهیم داشت، از نقدینگی های داخلی هم به عنوان ورود به معامله و تاییدیه های لازم برای باز کردن پوزیشن استفاده خواهیم کرد. اینجور نیست، ولی اینا هم شرایط خاص خودش رو داره که ستاپ معاملاتی ما رو تشکیل بدن. ما حدودا 7 الی 8 تقریبا ستاپ معاملاتی داریم که هر کدومش توی مارکت برامون تشکیل بشه و تاییدیه خودش رو صادر کنه، ازشون به عنوان ستاپ معاملاتی ورود به پوزیشن فرقی نداره، چه سل چه باد، چه جهت روند چه خلاف جهت روند، از همشون استفاده میکنیم برای ورود به معامله. ایندوسمنت جلسه گذشته ما گفتیم که دو نوع مینور و ماژور داره. ایندوسمنت های تک‌کندیلی رو اصطلاحاً بهشون میتونیم ایندوسمنت مینور بگیم، ایندوسمنت های مینور ما هستن. به این صورت حالا بخوام شماتیکی براتون روی همین چارت مشخص کنم، تو این بخش از مارکت ببینید حتما ایندوسمنت ها، پولبک ها، گفتیم که باید سقف یا کف قبلی خودشون رو بشکنن تا ما بتونیم اونا رو به عنوان پولبک در نظر بگیریم، حرکتی که حداقل سقف و کف یک کندل قبلی خودش رو جمع آوری کنه. خب الان به صورت شماتیکی اگر من بخوام همین رو براتون مشخص کنم، ما یه روندی رو داریم به عنوان صعودی. خب این روند ما پولبک های متعددی رو داره میسازه در جهت روند، ولی یه جایی میاد به این صورت خود آخرین پولبکی که پایین ترین کف رو برامون ساخته
تو مومنتوم صعودی خودش چندین پولبک ریزی رو هم برامون میسازه. تمامی این سقف و کف ها رو شما به عنوان سقف و کف مینور در نظر بگیرید. خب سقفامون، کفامون، نقدینگی ایندیوسمنت ما به صورت ماژور تو این بخشه قبل از شکست این سقف، یعنی این رنج اصلی آخرین پولبک ما این محدوده است. تو دل همین محدوده ما یک ایندیوسمنت مینور هم داریم. ایندیوسمنت مینور ما تو این بخشه. از ایندیوسمنت های مینور برای تعیین سقف و کفا میتونیم استفاده کنیم. ایندیوسمنت مینور به عنوان تعیین سقف ماژور ازش استفاده میکنیم، ولی به عنوان ستاپ معاملاتی من شخصا استفاده نمی کنم از ایندیوسمنت های مینورمون. منتظر میمونم مارکت یا یک ساختار جدیدتر برامون بسازه، یا اینکه باید منتظر بمونید چون نقدینگی اصلی مارکت زیر ایندیوسمنت ماژور ماست، توی این محدود است. پولبکی که آخرین پولبکی که مارکت برامون ساخته این مومنتوم نزولیه، کف مومنتوم نزولی ما توی این بخشه، به رنگ آبی رنگ نشون میدم. سقفی که داشته این پولبک اینجاست، پایین ترین قیمتی که ساخته اینجاست. این میشه کل این حرکت، کل این نزول به عنوان ایندیوسمنت و پولبک ماژور ما. ایندیوسمنت اصلی ما اینجاست. حالا این پولبک های ریزی هم که در دل همین حرکت برامون اتفاق افتاده و مارکت ساخته، اینا رو هم به عنوان پولبک و نقدینگی ایندیوسمنت مینور در نظر میگیریم. از ایندیوسمنت های مینور به عنوان تعیین سقف ماژور استفاده میکنیم، مجازیم، یعنی بعد از زد شدن این نقدینگی ما بگیم که اینجا سقف ماژور ماست. ولی برای ورود به معامله شما به خاطر اینکه وین ریتتون، درصد بردتون بره بالاتر، منتظر بمونید نقدینگی ایندیوسمنت ماژورتون زده بشه. بعد زده شدن نقدینگی ایندیوسمنت ماژورتون شما میتونید با تاییدیه های مختلف ورود کنید به معاملات در جهت روند. اینو مجازید. از تفاوت ایندیوسمنت مینور و ماژور رو شما دیگه باید روی چارت با این چیزی که رو شماتیک نشون دادیم تشخیص بدید و بدونید. روند ما اگر نزولی باشه، سقف ماژور رو اینجا در نظر بگیریم، بخوایم پولبک هاشو بررسی کنیم، این محدوده پایین ترین کفشه، بالاترین کف مارکت اینجاست. قبل از اینکه بخواد کف منشأ پولبک رو بشکنه، اینجا یه سری پولبک های اضافی برامون ساخته یه دونه. اون میشه به عنوان پولبک، این محدوده میشه به عنوان پولبک مینور، نقدینگی ایندیوسمنت مینور. سقفش میشه به عنوان نقدینگی ماژور. پایین تر شما میان این محدوده رو، پایین ترین قیمتی که ساخته در نظر میگیرید. اومده یک پولبکی رو ساخته، بعد از اینکه پولبک ما کفش شکسته شد، مثل این تو اینجا مارکت اومده یک اصلاح برامون انجام داده خلاف جهت روند. خب الان بعد از اینکه اصلاح خودش رو انجام داده، پایین ترین قیمتی که ما داشتیم برامون گفتیم که به عنوان کف ماژور در نظر گرفته میشه. اینجا رو به عنوان بعد شکستش بریک آف استراکچر در نظر میگیریم. بریک آف استراکچرش تقریبا به این صورت با این کندله، با این کندل شکسته شده و تثبیت شده. بالاترین قیمتی که مارکت برامون ساخته توی این محدود است، این میشه به عنوان سقف ماژور جدید ما. پولبکی که
ساخته از منشأ روند بخوایم پولبک هاشو بررسی کنیم، اولین پولبک، دومین پولبک، سومین پولبک، پولبک چهارم، به ترتیب پولبک پنجم، آخرین پولبکش هم توی محدود است که تقریبا از اینجا به بعدش وارد فاز اصلاحی شده. کل این حرکت صعودی که داشته فعلا برامون اصلاح مارکته. ما گفتیم که روند ما دو تا حرکت اصلی داره، حرکت های ایمپالس و حرکت های کارکشن یا حرکت های اصلاحی. حرکتی که نقدینگی ایندوسمنت رو برامون جمع آوری کنه به عنوان حرکت اصلاحی مارکت در نظر میگیریم. نقدینگی ایندوسمنت ما تو این روند، تو این لگ نزولی و لگ ایمپالس ما، در دل این لگ نقدینگی ایندوسمنت ما میشه این محدوده. ایندوسمنت نقدینگی ایندوسمنت لگ قبلیش توی این محدوده بود. نقدینگی ایندوسمنت لگ قبلی. خب بالاترین سقفش اینجا بود. رنجی که تو یک ایمپالس برامون ساخته به این شکله. این دوتا رنج لگ های حرکت ایمپالس ما بودن. این محدوده با قرمز رنگ براتون مشخص میکنم. حالا این حرکت صعودیش، این میشه اصلاح مارکت. این حرکت صعودی، این حرکت صعودی هم که اینجا برامون ایجاد کرده، این هم میشه اصلاح این لگ ایمپالسمون. هر لگ بر خودش یک لگ اصلاحی هم ساخته. الان با این چیزایی که گفتیم اگر بخوام مارکت رو بررسی کنیم، اوردر بلاک اصلی و منشأ روند ما تو دل همین حرکت مومنتوم اصلی، لگ ایمپالسی که داشتیم، اصلی ترین اوردر بلاکش توی این محدود است. ما گفتیم که آخرین کندلی که بتونه صعود رو، بالاترین قیمت رو برامون بسازه تو روند نزولی میشه به عنوان اوردر بلاک. از اونجایی که منشأ روند ما این بخش از چارت بود، تو این لگ نزولی، خب بالاترین قیمت رو هم این کندل برامون ساخته. همون کندل سقف و کفش رو بررسی میکنیم، به عنوان اوردر بلاک در نظر میگیریم. خب از نظر قوانین اوردر بلاک ما گفتیم که اوردر بلاک باید نقدینگی جمع آوری کرده باشه، که نقدینگی رو جمع آوری کرده توی محدوده نقدینگی ایندوسمنت رو، نقدینگی های این حرکت پولبک رو توی محدوده جمع آوری کرده، شروع کرده به ریزش. خودش ایجاد کننده نقدینگی باشه، یعنی زیر اون اوردر بلاک نقدینگی داشته باشه. نقدینگی مهندسی ما توی محدود است. گفتیم اولین پولبک تو هر لگ ایمپالس ما توی روند میشه نقدینگی مهندسی. خب زیرش نقدینگی مهندسی داره. کجاست نقدینگی مهندسی؟ خب ننوشتم اینو، باید سیوش کنم بعدا. حالا به عنوان نقدینگی در نظر میگیریم. توی محدود نقدینگی ایندوسمنت وجود داشته. FVG رو برامون ایجاد کرده و داره. خب دو نوع FVG داره، هم FVG بین مومنتوم داره، بین دوتا اوردر فلو، هم FVG بین کندلی اینجا وجود داره که FVG رو گفتیم خاصیت مغناطیسی داره، باید پر بشه. قیمت اومده FVG رو پر کرده، شروع کرده به نزول خودش.
حالا یک واکنشی رو نشون داده با برخورد به اوردر بلاک ما. قانون مصرف نشدن رو این اوردر بلاک رعایت نکرده. حالا اصطلاحاً با کندلای بعدی خودش تقریبا مصرف شده است، ولی چون خود همین مومنتوم، خود اوردر فلو ما مصرف نشده بود و این اوردر بلاک زیرش نقدینگی و اف داره، در این صورت ما همین اوردر بلاک رو برای این پول بک و اتمام این حرکت اصلاحی میتونیم ازش دوباره استفاده کنیم که میبینید قیمت با برخورد به همین محدوده اومده واکنش نزولی خودش رو انجام داده. حالا این حرکت میتونه باعث شکست کف ماژور ما بشه، کف ماژوری که توی این محدوده است. میتونه بعد از یه ریزشی، حالا رنجی یا هر حرکتی که اینجا بخواد انجام بده، میتونه بیاد باعث چنج آف کاراکتر بشکنه سقف ماژور رو و به صعود خودش ادامه بده و تغییر روند اتفاق بیفته. مهم نیست. ماهیت همین اوردر بلاک برامون مهمه که قوانین رو تقریبا رعایت کرده، FVG داشته نقدینگی زده، خودش نقدینگی ساخته بعد خودش و تو دل یه اوردر فلوی بوده که اوردر فلو مصرف نشده بود. واکنش اولیه خودش هم نشون داده. تفاوت نقدینگی های مینور و ماژور رو این چارت، حالا تو این بخشا فقط تو این بخش داشتیم که دو تا اتفاق افتاده بود دیگه. تفاوتش اینجا بود، فقط یه دونه پول بک ماژور اتفاق افتاده بود، یه دونه پول بک مینور بعد خودش ساخته بود. این حرکتی که اینجاست به عنوان پول بک اینجا در نظر میتونیم بگیریم. چرا؟ این حرکت تک کندلی کوچیکی که اینجا داشته، اینم میتونیم به عنوان پول بک در نظر بگیریم، ولی پول بکش به عنوان پول بک مینوره این حرکت، چون کندل سفید رنگ کف کندل سیاه رنگ قبلی خودش رو شکسته. چارت رو زوم میکنم ببینید، کندل سفید رنگ کف کندل قبلی خودش رو شکسته، پس سقف خودش به عنوان نقدینگیه. کندل بعدی اومده سقف کندل سفید رو، کندل دوجی اسمش رو هرچی میذارید، این کندل سقفش رو زده و شروع کرده به ریزش. همین حرکت به عنوان یک حرکت پول بک در نظر گرفته میشه، ولی کل لگ صعودی ما، پول بک اصلی ما اینجاست. پول بک ماژور ما روی این سقفه، پول بک مینور ما اینجاست. پول بک مینور هم میتونه، چون جزء نقدینگی هاست، میتونه واکنش داشته باشه، ولی برای ورود به معامله اطمینان بیشتر و وین ریت بیشتر شما منتظر پول بک اصلی، پول بک ماژور باشید. منتظر باشید که این پول بک ایندیوسمنت ماژورمون نقدینگی جمع آوری بشه. حالا تو لایو مارکت اومده یک پول بک جدیدتری رو هم اینجا ساخته. حالا حتما قرار نیست که این دوتا پول بک مصرف بشن، اینا نقدینگی های جا مونده میشن برای مارکت که در آینده مارکت میکر میاد، قیمت میاد این نقدینگی ها رو جمع آوری میکنه. نقطه‌ای که داریم برای بحث ایندیوسمنت و پول بک ها، ما گفتیم که پول بک ها میتونن به صورت تک کندلی اینجا حالا با یکی دو کندل شکل گرفتن، یا میتونه به صورت مومنتوم دار ایجاد بشه مثل این حرکت. دوتاش هم پول بک. ببینید یک حرکت صعودی با چند کندل به صورت مومنتوم دار، یا میتونه به صورت تک کندلی با یک کندل بیاد نقدینگی رو بزنه، جمع آوری کنه، بریزه. دوتاش هم پول بک برامون. ولی تو بحث شناسایی ایندیوسمنت سعی کنید
این نکته رو هم در نظر بگیرید که شما پولبک های تک کندلی رو به عنوان ایندوسمنت ماژور در نظر نگیرید. چرا؟ چون اگر شما یک تایم فریم برید بالاتر، الان مثلا 4 ساعت است، برید تو دیلی، چارت که باز بشه. خب ببینید، شما اگر یک تایم فریم بیشتر نه چارت رو برید بالاتر، پولبک ماژوری که ما مشخص کرده بودیم تو این بخش تو تایم فریم بالاتر هم برامون به عنوان پولبک به حساب میاد. پولبک تک کندلی تایم فریم دیلی بود، با یک کندل اومده نقدینگی کندل قبلی خودش رو از سمت سقف جمع آوری کرد، شروع کرده بریزش. ولی اون پولبکی که به عنوان پولبک مینور در نظر گرفته بودیم اصلا اینجا به عنوان پولبک نیست، پولبکی نشون داده نمیشه. پس شما این محدوده رو به عنوان ایندوسمنت مینور در نظر میگیرید و ازش برای ورود به معامله استفاده نمی کنید، چون اصلی ترین نقدینگی رو پولبک ماژور ماست. شما بخواید پولبک مینور ماژور رو تشخیص بدید، یکی دیگه از قوانینش این بود که یه تایم فریم اگر برید بالاتر پولبکی برامون به عنوان ایندوسمنت شناخته میشه که حداقل تو یه تایم فریم بالاتر هم به عنوان پولبک بتونیم اونو بررسی کنیم. اگه یه تایم فریم بالاتر برامون نقدینگی نداشت و ارزش معاملاتی نداره، مارکت به صورت فراگیری از بالا به پایین مولتی تایم فریم برامون حرکت های خودش رو انجام میده. همین حرکت هایی که تو مارکت داره ایجاد میشه، شما باید یه دیدگاه مولتی تایم فریم هم داشته باشید. الان تو تایم فریم 4 ساعته همون این محدوده که به عنوان پولبک بود نقدینگی داشت، اون پولبک مینور تو دل یک کندل اتفاق افتاده، اصلا برامون پولبک نیست. قیمت بخواد حرکت تایم فریم دیلی خودش رو تکمیل کنه، میاد نقدینگی سقف کندل رو میزنه. ما گفتیم سقف و کف های کندل ها به عنوان نقدینگی پولبک تعریفش این بود که حداقل یک کندل قبلی خودش رو از سقف و کف بشکنه دیگه، درسته، نقدینگیش رو جمع آوری کنه. خب الان وقتی پولبک که تو تایم فریم 4 ساعته مشخص کردیم تو دل یک کندل دیلی اصلا گم شده، نشون داده نمیشه، پس اون پولبک برامون اعتبار ورود به معامله نداره. چرا؟ چون تو تایم فریم بالاتر قیمت اگه تحت تاثیر تایم فریم بالاتر قرار بگیره و بخواد نقدینگی هاشو برگرده جمع آوری کنه، مطمئنا میاد سقف کندل قبلی رو حداقل یا تو مومنتوم سعودیش میاد سقف کندل ها رو نقدینگی هاشون رو جمع آوری میکنه، نمیاد از دل این کندل بخواد حرکت خودش رو انجام بده. خب برمیگرده به تایم فریم خودمون. پس با این چیزایی که گفتیم شما حتما روی چارت تو شناسایی پولبک ها دقت بیشتری داشته باشید، مخصوصا برای این دوست. ما نمیگیم پولبک های مینور رو کلا حساب نکنید، نه، پولبک های مینور رو هم شناسایی کنید، ولی فقط برای ورود به معامله ازشون استفاده نکنید. دلیلش هم گفتیم چرا؟ چون مومنتوم اصلی مارکت، نقدینگی اصلی مارکت بالای سقف‌های رونددار تشکیل میشه، رنج هایی که مومنتوم هایی که به صورت رونددار حرکت میکنن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که تشکیل دادن برامون به عنوان نقدینگی اصلی در نظر گرفته میشه. نقدینگی اصلی مارکت اونجاست. خب اینم از بحث نقدینگی داخلی که داشتیم.